سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. من نوام، به ویدیوی امروز خوش اومدید. امروز قراره راجع به چند تا از قانونای ریز و جزئی صحبت کنیم که به نظر آسون و شاید مسخره بیاد براتون، اما خب خیلی روی زندگی و لایف استایلتون تاثیر میذاره. Alright, let's get started. قانون اول: همیشه رخت خوابت رو مرتب کن. یعنی منظورم اینه که وقتی از خواب بلند شدی یا حالا صورت و اینا رو شستی، قبل از اینکه کاراتو شروع کنی یا به سر کار بری یا به مدرسه بری، تختت رو مرتب کن. چرا اینو میگم؟ چند تا دلیل داره. اول اینکه وقتی تو تختتو یا اتاقتو نامرتب ول کنی یا از خونه بری بیرون، یه همچین چیزی پیش میاد. تخت نامرتب، ذهن نامرتب، یعنی تخت به هم ریخته، ذهن به هم ریخته. ذهنت به هم ریخته میشه. شاید مثلا تا حالا دقت نکرده باشی اما همیشه این اتفاق میفته. اما اگه تختتو مرتب کنی، همین که این ذهن به هم ریخته درست میشه به کنار، همین که میتونه اولین قدمت باشه تا بری قدمای دیگه برداری. یعنی اولین کاری که انجام میدی این باشه تا تو رو ترغیب کنه بری کارهای دیگه تو انجام بدی. سعی کن اتاقت مرتب باشه، جایی که توش هستی، جایی که توش زندگی میکنی، دور اطرافت مرتب باشه، چون روی به هم ریختگی ذهنت خیلی تاثیر میذاره. منی که نمیتونم اتاقمو تغییر بدم، چجوری میخوام زندگی بیرون، دنیای بیرونمو تغییر بدم؟ همیشه از چیزای کوچیک شروع کن، همیشه از چیزای دور اطرافت شروع کن. قانون دوم: وقتی که از خواب بلند شدی، تا چند دقیقه یا حداقل 1 ساعت به هیچ عنوان گوشیتو چک نکن. منظورم سوشال مدیاست. ببینید شما وقتی از خواب بلند میشین، این ذهنتون خالیه و کارایی که توی اون نیم ساعت یا 1 ساعت اول انجام میدین باعث میشه که اون ذهن پر بشه و تا شب به همون صورت بگذره. اگر شما از خواب بلند شدی و اولین کاری که انجام دادی رفتی گوشی رو چک کردی و رفتی سوشال مدیا رو چک کردی، ذهنت با همون پر میشه. ذهنت با اخباری که میبینی پر میشه و تا شب هم به همون صورته، تا شب هم ذهنت به همونا درگیر میشه. اما اگه صبح بلند شی، بری قبل از اینکه گوشی رو چک کنی، بری روتین صبحگاهی تو انجام بدی، یا اگه روتین پوستی داری اونو انجام بدی، صبحونت رو بخوری، ذهنت با همینا پر میشه و باعث میشه تا شب همین ذهنت به انجام دادن روتین و برنامه هات بگذره. قانون دوم: آب خوردن. بچه آب خوردن واقعا خیلی چیز جدیه که مطمئنم خیلی‌ها جدی نمیگیرن. یکی مثل خود من، اینکه روزی 8 لیوان باید آب بخورین و من اینجوری بودم که خب اوکی من آب میخورم، اوکی مشکلی نداریم، تا اینکه یه روز اومدم شمردم این تعداد لیوان آب خوردن رو و دیدم که من در طول روز 1 یا 2 لیوان آب میخوردم. شاید روزی پیش بیاد که اصلا آب نخورم. دقت کنین چای و قهوه و اونجور چیزا حساب نمیاد، آب خالی. و این خیلی رو من تاثیر داشت. من خیلی بدنم ضعیف شده بود، یعنی اینجوری بودش که یک کوچولو به خودم فشار می آوردم، فشارم می افتاد، سرم گیج می رفت و این آب خوردنه خیلی روش تاثیر داره. هر چقدر که حالا بگیم ویتامین کمه یا آهن کمه، این آب خوردنه خیلی روش تاثیر میذاره. من یه روز سعی کردم آب زیاد بخورم، یعنی 8 لیوان رو بخورم، اما من 3 لیوان آبو که خوردم حال تهوع گرفتم و دیدم واقعا چه فاجعه ایه. اگر میخواین اجزای بدنتون عملکرد خوبی داشته باشه، اگر میخواین پوست خوبی داشته باشین، حتما 8 لیوان آب رو در روز بخورید. قانون سوم: لیست کردن کارها. ببین تو وقتی میای کارهایی که داری رو لیست میکنی و در طول روز سعی میکنی اونا رو انجام بدی و جلوشو تیک میزنی، آخر شب موقع خواب وقتی میای اونو چک میکنی متوجه میشی که چه کاری اون روز انجام دادی، چه کاری انجام ندادی و همین که باعث میشه کارهایی که بعد انجام بدی رو فراموش نکنی. همین که وقتی آخر شب میای چک میکنی که همه کارات امروز درست انجام دادی و دیگه کاری نداری و کارای فردا رو لیست میکنی، باعث میشه که این ذهنت آزاد بشه و شب راحت بری بخوابی و هیچ فکر و خیالی نداشته باشی. اما توجه کنین بچه‌ها، توی لیست کردن کارها نباید زیاده روی کنین. بر اساس توانایی هاتون لیست کاراتون رو مشخص کنین. نه یا یه لیست بلند بالا ننویسین که نتونین بهش عمل کنین. اینجوری هم بهتون استرس وارد میشه. همین که میبینین نمیتونین به همش عمل کنین، خیلی از کاراتون رو انجام نمیدین و این اصلا به درد نمیخوره و خوب نیست. قانون بعدی اینه که برای کسایی که صبح نمیتونن راحت از خواب بلند بشن، فکر کنم هممون اینجوریم، همه خوابو دوست دارن و نمیتونن راحت از خواب بلند شن،
سعی کن محرک خودت رو پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی صبح به ذوق اون بلند شی. مثلا دقت کردین روزایی که ما اردو داریم چجوری صبح راحت بلند میشیم، اما روزای دیگه اصلا نمیشه از خواب بلند شد، خیلی سخته. سعی کن محرک خودت رو پیدا کنی. مثلا محرک من امروز چیه؟ من امروز ذوق دارم چون آهنگ جدید دانلود کردم و میخوام این آهنگ جدید رو گوش بدم. این محرک منه و باعث میشه که صبح زودتر بلند شم تا برم اون کارمو انجام بدم. یا مثلا قراره برم باشگاه، خیلی خوشحالم بابتش و این محرک منه، صبح زود از خواب بلند میشم تا برم اون کارمو انجام بدم. یا همین قضیه اردو، محرک هر کس میتونه فرق کنه. مثلا من خیلی آهنگ گوش دادن رو دوست دارم، شاید یکی دیگه دوست نداشته باشه و براش مهم نباشه. سعی کن محرک خودتو پیدا کنی. مثلا قراره فلان روز صبحونه فلان غذا رو بخورم، خب این محرک منه و باعث میشه صبح زودتر بلند شم تا برم اونو بخورم. قانون بعدی، خودت رو موظف کن که توی موقعیت‌های اجتماعی از گوشی موبایلت استفاده نکنی. سعی کن از جمعی که داخلش هستی، از فضایی که داخلش هستی لذت ببری. البته بعضی از بلاگرها از جمله خودم اینجوریان که هر جا که میرن لازمه که یه سری استوری‌ها و ویدیوها بگیرن، اما خب اینو به حداقل میشه رسوند. یا حداقل کسایی که بلاگر نیستن و لازم نیست عکس و استوری چیزی بگیرن، تا حد امکان از گوشیتون اصلا استفاده نکنین، چون این کار هم باعث میشه که نذاره شما از فضایی که توش هستین لذت ببرین، همین که به طرف مقابل یا جمعی که داخلش هستین حس بدی منتقل میکنه. پس تا حد امکان سعی کنین این کارو بذارین کنار، چون به مرور زمان میبینین که چقدر از این بیرون رفتن‌ها لذت میبرین و چقدر از وقت گذروندن با دوستاتون لذت میبرین. و قانون آخر، قانون شکرگزاری و دعا کردنه. هر کسی روش‌های مختلف خودش رو برای شکرگزاری داره. یکی ممکنه قبل از خواب به زبان شکرگزاری کنه، یکی میاد اونو مینویسه. هر کدوم فلسفه پشت خودش رو داره که نمیخوام تو این ویدیو راجبش صحبت کنم. اما خب حالا هر روشی که داری فرقی نمیکنه. سعی کن هر روز، یعنی آخر هر روز، شکرگزاری انجام بدی، چون این کار باعث میشه که به این فکر کنی چه اتفاقای خوبی در طول روز برات افتاده، باعث میشه که به نعمت‌هایی که اون روز بهت داده شده توجه کنی و این خیلی حس خوبی بهت میده. در حالت عادی اگر نیای، ببین ذهن ما خیلی چیز عجیبیه، اگر تو نیای بهشون توجه نکنی و اصلا به این نعمت‌هایی که بهت داده شده فکر نکنی، ذهنت میگه که خب چیزی به ما داده نشده، امروز هم مثل روزای دیگه کسل کننده گذشت، اتفاق خاصی نیفتاد، اتفاق خوبی نیفتاد. اما اگر بیای همه اینا رو لیست کنی و چیزایی که برات اتفاق افتاده بابت چیزای خوب شکرگزاری کنی، باعث میشه که متوجه شی چقدر اتفاق خوب اون روز برات افتاده و بابت تک تکشون شکرگزار باشی و این باعث میشه که یه حس خوب بهت داده بشه، یه انرژی مثبت بهت داده بشه. و اینکه دعا کن، درخواست کن، هر چی که میخوای بگو من اینو میخوام، من اونو میخوام، این خونه رو میخوام، اون ماشین رو میخوام. و هیچ وقتم توی خواستات قناعت نکن، همیشه زیاد بخوا. نگو بر اساس این پولی که من دارم میتونم یه خونه 40 متری بخوام، بیشتر بخوا، یه خونه 100 متری بخوا، یه خونه 200 متری بخوا. همیشه از خدا زیاد بخوا. درسته که این قانونا خیلی چیزای کوچیک و ریز و جزئی ان، اما بچه‌ها اگر بهشون عمل کنین واقعا لایف استایلتون رو تغییر میده، واقعا زندگیتون رو تغییر میده. این چیزا خیلی چیزای کوچیکیه اما در اصل زیاد بهش توجه نمیشه. همه آدمایی که لایف استایل خوبی دارن، همه اونایی که لایف استایل سالمی دارن، از این قانونا استفاده میکنن، یعنی این قانونا رو توی زندگیشون رعایت میکنن. پس شما هم سعی کنین حتما این قانون‌ها رو توی روتین زندگیتون داشته باشین و انجامشون بدین. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، کانال منو سابسکرایب کنین، روی اون زنگولک هم بزنین که هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده. آیدی پیج اینستاگرام هم این بالا میاد، حتما فالوش کنین. کلی دوستتون دارم بچه‌ها، مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی با من، خدافظ.